قدر مادر را نمیداند و سوی مادر فریاد میکنه، میگن کی میموری که من خلاص شم؟ ای کاش که تو میمردی مادر خلاص. یکی ناقدر شناس و سوی مادر میگفته که ای بیوه کی میموری که من خلاص شوم؟ حضرت میگه در کجا هست جنت تو ای جوان؟ جنت میخواهی؟ جنت جستجو داری؟ در زیر قدم مادر. هر فرزندی که وی آخ باشه خداوند برای او فرزند جنت حرام کرد. واره من و شما الله میگفتم و به این دستهای زیبایی که طعام میخوردن نجاستهای من و شما را پاکیزه میکنند. برادر عزیز بزرگوار، جنت اگر بخواهی که جنتی باشی خاک کف پای مادر شد. مادرها در حیات غنیمت هستند، دائمی نیستند. 5 سال یا 10 سال پس از دنیا میره و والله قسم ابدی جاش خالی میمونه. برادران عزیز، 2 روز پیش یک مادر برای من زنگ زد، از فرزند شکایت کرد و اون مادر به سوی ما گفت که فرزند من هر جمعه صحبت‌های شما را گوش میکند. در این شهر پیرم نبوده، در دیگه شهرها بوده، اما هر هفته اینا صحبت‌های شما را گوش میکند. از فرزند شکایت کرد، او فرزندم روزی نیست که یعنی که من آزار ندیه، سخنهای قبیح و سخت نگوید، آبی دیده من روان نکنه. این مادر یعنی که خودش به شوهر بوده، این جوان پدرش گذشته بوده، حتی این نوجوان مرد این شخصیت ناقدرشناس و سوی مادر میگفته که ای بیوه کی میموری که من خلاص شوم؟ یعنی که چنین جوانهای بی غیرت و بی ناموس هم در جامعه وجود داشتند. این مادر با آبی دیده با من صحبت کرد، تقریبا تگی 20 دقیقه بسیار خواهش کرد که یک چیزی درباره حقوق مادرها صحبت کنه تا اینکه جوانها قدر مادر را بدانند. انشاءالله این خواهش این مادر ما قبول کردیم. امروز یک چیزی در باب حقوق مادر و قدر مادر و حق مادر که در بالای ما فرزندها مادر چی حق دارد انشاءالله رب العالمین صحبت میکنیم. برادران عزیز، مادر شخصیتی هست که از روزی که من و شما در رحم او افتاده ایم و تا روزی که خود مادر به درون لحظه می رود غم من و شما را می خورد. مادر شخصیتی هست که از روزی که ما در رحم او می افتیم تا روزی که ما تولد می شویم در درون شکم او را آزار می دهیم. او از دست ما ناراحت است، از دست ما چی رنجها چی ناراحتی ها می بیند. مادر شخصیتی هست که روزی که ما و شما وقتی تولدمون می شود برای تولد ما به مرگ دست به گریبان می شود. مادر شخصیتی هست وقتی که من و شما در رحم او هستیم، وقتی چوب سنگ چیزی اگر به سوی او بیاید سر و بدن و چهره خود را نمی پوشاند بلکه 2 دست در بالای شکم می گیرد که مبادا در فرزندی من این نرسد. مادر چنین شخصیت است و روزی که من و شما تولد می شویم بسیار سختترین و مشکلترین و دشوارترین حالت به بالای مادر می آید که بعضی از مادرها یعنی حالت تولد کردن و چنان حالتی سختی هست که در حالت تولد کردن وفات میکنن. بعضی مادرها یعنی به مرگ دست به گریبان میشوند. اما وقتی که من و شما جوانهای محترم تولد میشویم این مادر بزرگوار درد خود را گم کرده به سوی ما نگاه میکنه و در لبهای او تبسم پیدا میشود. یعنی که فرزند من سالم و سلامت به دنیا آمد. مادر شخصیتی هست که من و شما وقتی که طفل بودیم جوانهای محترم وقتی ما شب خواب نمی کردیم گریه می کردیم اونها خواب نداشتند تا سحر در سر گهواره من و شما الله می گفتند
و به این دستهای زیبایی که طعام میخوردند نجاستهای من و شما را پاکیزه میکردند. مادر شخصیتی هست که باری هم برای نگهبانی و برای تربیه فرزند اوف نمیگوید. اما چنین ناجوان مردا، چنین ناقدر شناس ها قدر مادر را نمیدانند و سوی مادر فریاد میکنن، میگن کی میموری که من خلاص شم؟ ای کاش که تو میمردی مادر خلاص میشید. مادر او شخصیت است برادران عزیز بزرگوار. مادر شخصیتی هست که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم را پرسیدند، گفتن یا رسول الله من احق الناس بحسن قرابتی. یا رسول الله از همه زیادتر حقدارترین در بالای انسانیت که هست؟ پیغمبر بزرگوار گفتن امک، گفتن مادرت هست. از همه زیادتر جوان محترم در بالای من و شما مادر حق داره. از همه حرمت حقدارترین شخصیت، از همه احترام و محترم ترین شخصیت برای من و شما مادر است برادران عزیز بزرگ. دوباره پرسیدم ثم من یا رسول الله، بعد از مادر کی هست؟ جناب پیغمبرتان ثم امک، گفتم بعد از مادر با مادرت هست حقدارترین شخصیت. با پرسیدم یا رسول الله بعد از مادر با کی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ثم امک، گفتم با مادرت هست. یعنی 3 بار پیغمبر بزرگوارتان از همه حقدارترین شخصیت در بالای تو جوان محترم مادرت هست. بعد از اون نوبت 4 گفتم پدر. یعنی برادران عزیز بزرگوار، رنج سوزشی که مادر از روی فرزند میبینه او سوزش فرزند نداره. و این خاطر ما و شما جوانهای محترم به قدر مادرها برسیم. مادرها در حیات غنیمت هستند، دائمی نیستند. 5 سال یا 10 سال پس از دنیا میره و والله قسم ابدی جاش خالی میمونه، ابدی میسوزی. باری میخواهی که مادر بگم نمیابی. چند وقت پیش یک انسانی محترم در ما مهمان شد، سالهای پیش در این شهر ما بود. گو حضرت هر باری که من از روسیه میرفتم مادر افتان و خیزان پیشواز من میبرآمد، من پیشواز میگرفت، اما مادر از دنیا گذشت. این دفعه وقت خانه رفتم احساس کردم که همه در دیوار خالی هست، چیزی گم شده است، زینت و زیبایی خانه نمیرسد، نور خانه تاریک شده است. احساس کردم که در خانه چیزی باقی نمانده است. در اصل چنین است برادران عزیز و بزرگوار. مادر شخصیتی هست که پیغمبر بزرگوار گفتن الجنت تحت اقدام امهاتکم، تن جنت شما در زیر قدمهای مادرهای شما هست. برادر عزیز بزرگوار، جنت اگر بخواهی که جنتی باشی خاک کف پای مادر شد، خاک کف پای پدر شد. عزیزای خدا می فرمایند جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی آن کن که رضای مادران است. حضرت می فرماید جنت که رضای خدا میخواهد که من و شما جنتی باشیم، جنت برویم. جنت که رضای خدا در جنت رفتن است. حضرت میگه در کجا هست جنت؟ ای جوان جنت میخواهی؟ جنت جستجو داری؟ در زیر قدم مادرت هست. خواهی که رضای خدا را بیابی آن کاری را که رضای مادر است. برادر عزیز، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهما. رضاگی الله در راضیگی پدر و مادر است و قهر و غضب الله هم در قهر غضب و ناراضگی پدر و مادر است. و همین خاطر جوانهای محترم ما و شما به قدر پدر و مادر برسیم. پدر و مادر خیلی بزرگ هستند، خیلی حقدار. خداوند در 4 جای قرآن بعد از عبادت و بندگی خودش امر برای احترام پدر و مادر کرده است. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. فقط و فقط عبادت و بندگی خدا کن، در برابر عبادت و بندگی خدا یگان چیزی را شریک نیار. بعد از عبادت و بندگی پروردگار پدر و مادر تا احترام، پدر و مادر حرمت، پدر و مادر قدردانی کن. احترام پدر و مادر، حقوق پدر و مادر
برای فرزند فرض عین است. این حتمی هست، ضروری است برادران عزیز و بزرگان. از هر فرزندی که پدر و مادر ناراضی باشند، از هر فرزندی که وی عاق باشند، خداوند برای او فرزند جنت حرام گردانده است. پیغمبر بزرگوار در روایت گفتند که وقتی خداوند جنت خلق کرد، تمام زینت و لذتهاش آماده کرد، مهیا کرد، رب العالمین گفت و بعزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم ای جنت، برای داخل شدن تو من عاق پدر و مادر حرام گرداندم. عاق پدر و مادر روی جنت نمیبینند و بوی جنت در دماغشون نمیرسه. به همین خاطر برادران عزیز و بزرگوار به قدر پدر و مادر برسیم، خصوصا مادر خیلی بزرگواری است. پیغمبر بزرگوار گفتن و هما جنتک و نارک، این دو شخصیت جنت و دوزخ شما هستند. هر روز اگر پدر و مادر حیات باشد، از اونها دعا بگیری، از در خانه بیرون شای، خداوند دو در جنت درود کشاده میگردانه، میگه از کدام درش میخواهی داخل جنت شد؟ رضای پدر و مادر، دعای پدر و مادر، خدمت پدر و مادر تو را جنتی میگردانه برادر عزیز بزرگوار.